سلام علیکم نازلیا. بابا میخوام ببرمتون این نقطه از این کره خاکی که تا حالا مثلشو ندیدین. میخوام ببرمتون ایستا نزدیک طالقان، یه روستای واقعا عجیب که ویژگی خیلی خاصی داره. میگی چی؟ با من تا آخر همراه باش عمو جون. خیلیا بهش روستا نمیگن، بهش یه ملک شخصی و لقب دادن که با هیچ کس و هیچ چیز ارتباط برقرار نمیکنن. زن و بچه‌شون کلا از خونه بیرون نمیارن. طبق گفته خیلیا اینا کلا 9 خانوارن و جمع خیلی هم که بشن 60 نفرن و جز جمعیت ایران هم به حساب نمیان. یعنی نه شناسنامه دارن، نه از آب و برق و گاز استفاده میکنن، نه تلفنی، تلویزیونی، هیچی. کلا یه دیوار بلند بین خودشون و بقیه جهان بیرون کشیدن و خیلیا میگن تا زمین 20 سال پیش یکی چند تا از آقایونشون هم مثلا اقلامی مثل چوب و لوازم اسب و اینا اومدن بیرون که اونام نمیگن داخل چه خبره. اسب؟ بله اسب. این عزیزان کلا امرار معاششون از طریق پرورش اسب‌های گرون قیمت و خاص دارن به دست میارن، امرار معاش میکنن. قیمتا میلیاردی یا یه چیز دیگه میگم که اهالی روستا برعکس این که خیلی خیلی بسته هستن ولی مهمان نوازن. تو فقط تا پشت درهای روستا نه داخل. بعدشم با زنه بیجا مثلا حرف نمیزنن. با زنی هم حرف بزنن باید حجابش کامل باشه. زنم کلا راه نمیدن تو روستا. عجب. عروسی و عزا و سالگرد ازدواج و جشن تولد و جشن پیپی بچه و گرفتن بچه از شیر و اینا هم ندارن. کلا هیچی. نماینده مجلس و شورای شهر و شهردار و این بوجه اونو خورد و برد و اون یکی وعده داد و اینا هیچی ندارن. ماشین هم ندارن. قصه افزایش بهای بنزین اینا هم ندارن. کاملا ارگانیک خودشون میکارن، خودشون کشت میکنن، خودشون هم برداشت میکنن. خیلی هم سنتی. و این جالبه بدونید که بهترین حکومت از نظر اونا قاجاریه است و از همون زمان قاجار این تعداد آدم اومدن توی این منطقه خودشونو حبس کردن. چرا؟ چون فردی به اسم میرزا مجتهد تبریزی اومده بهشون گفته که برای فراهم کردن شرایط ظهور امام زمان تا آخر عمر نباید دیگه از وسایل مدرن و جدید استفاده کنین. اینا هم از همون 100 سال پیش تا الان دیگه واقعا از چیز استفاده نکردن و حتی بچه‌هاشون هم مدرسه نرفتن. به جاش 10-20 کتاب است که از مجتهد تبریزی و سید حسن نجفی به سبک مکتب خونه همونا رو دیگه درس میدن و میخونن. اوقات شرعی و وقت نماز و اینا هم خودشون هر چی سرا بدونن انجام میدن. به زیارت بقاعات متبرکه و ائمه اینا هم کلا نمیرن. بله ببین کلا یه مرز به بلندی 2-3 متر دور تا دور این چند قونه و کل دنیا تمام. هیچی ندارن، عوضش آرامش دارن، امنیت دارن. شما حاضر بودین اینجا زندگی کنین و به این سبک؟ من که حاضر بودم که البته بنده همین الانم در روستا زندگی میکنم، کلا از همه جای دنیا سوا، راحت، بی دغدغه. شما هم نظرتون این پایین بنویسین. خداحافظ شما.